بعد از سازی ارگبر میشه که بزرگترین سازی خشتی دنیا به حساب میاد. درود به همگی، امیدوارم هر جلسه حالتون خوب باشه. اومدیم ایزدخواست امروز. اولین بنای آپارتمان نشینی قلعه ایزدخواست بعد از سازی ارگبر میشه که بزرگترین سازی خشتی دنیا به حساب میاد. این قلعه از 3 طرف به دره میخوره، ضلع شرقی و غربی و شمالی از جنوب به دشت راه داشته که با حفر خندق و ایجاد پل متحرک راه ورود به قلعه رو محدود میکردن. داخل قلعه خیابانی به طول حدوداً 330 متر که خیابان‌های فرعی به اون منتهی میشه. از سازهای شاخصش 4 طبقه آتشکده است که بعد از ورود اسلام کاربری مسجد به خودش گرفته. کارگاه رنگرزی، نمدمالی، گیوه‌دوزی. این قسمت در موقع قلعه کتابخونه قلعه بوده. حمام داشتن، گرمابه حمام سالم ولی سردینش متاسفانه تخریب شده. کل خونه‌هایی که به دره منتهی میشه دارای پیلکی یا تراس امروزی هستن. این حفره‌هایی که این پایین می‌بینید بازارچه بوده برای مسافرانی که از اینجا عبور می‌کردن و مایحتاجشون رو تهیه می‌کردن. تشکر. فرمودی برای چند سال پیشه؟ 1800 تا 2000 سال. در مورد ایزدخواست سفرنامه‌های بسیاری نوشته شده. مثلا ارنست هولستر، عکاس معروف آلمانی که در اصفهان سکونت داشت، یکی از کسانی است که از وضعیت خانه‌ها و شکل روستا بسیار متعجب شده و حتی عکسی از آن در کتاب خود آورده است. او درباره ایزدخواست نوشت: این دهکده روی یک صخره در یک تنگه یا دره باریک سر شاهراه اصفهان به شیراز قرار گرفته است. بیشتر خانه‌ها که روی لبه صخره ساخته شده‌اند پنجره و بالکن دارند. ساختن پنجره در مقایسه با سایر محل‌های محصور پیشرفتی به شمار می‌رود. و همینطور مادام دیولافای فرانسوی در سفرنامه‌اش نوشت: این قصبه روی صخره عظیمی که تقریباً 500 متر طول و 170 متر عرض دارد، در میان دشت پرحاصل و باغ‌های سرسبز سر برآورده است و منظره قشنگ و چشمگیری دارد. دیوارهای خانه‌ها در سراشیبی این صخره به طور قائم در بالای یکدیگر قرار گرفتند. این قلعه طبیعی توسط پلی با دشت ارتباط دارد و در طول آن کوچه‌های متوازی امتداد یافته است و از تمام خانه‌ها منظره دشت و بیابان دیده می‌شود. باز شدن درها به سوی دشت و دور بودن از خندق و طرز تهویه این منازل به هم فشرده به کلی برخلاف اصول معمولی کشور ایران است.